علی رضی الله عنه می‌فرمایند قلب دریچه نفوذه. هر کس با صداقت واردش بشه تا ابد اینجا مهمونه، تا ابد اینجا میمونه. صداقت شاید بهت دوستای زیادی نده، ولی همیشه ماندگارترین و بهترین ها رو نصیبت میکنه. سعی کن همیشه در زندگیت حقیقت رو بگی، حتی اگه صدات بلرزه. با دروغ میشه خیلی چیزا رو به دست آورد، ولی نمیشه نگهشون داشت. این دوست دارم مثل سلام علیک نیست که به هر کی میرسی میگی. باور کن این دنیا در حال چرخشه. با احساسات کسی بازی نکن، حتی اگه با احساساتت بازی کردم. صداقت نهایت جذابیت یه انسانه، نهایت جذابیت یه انسان. سلام علیکم.